اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، باز روز جمعه مبارک در خانواده یکایک ما و شما هست و باز ما همراه شما در برنامه آستانه هستیم و طبق وعده که به شما عزیزان داده بودیم، امروز درباره جایگاه زن در میدان دعوت یا خود جایگاه زن در دعوت اسلامی با هم صحبت میکنیم. چطوری که بارها در برنامه سوال می آید یا اینکه در این باره خیلی زیاد صحبت میکنند، اکثریت گمان میکنند دعوت کردن و حتی عالمه اسلام بودن و دانش اسلامی داشتن این خاص برای مردها می باشد و زنها باید فقط از میدان دعوت دور باشند و در اطاعت پروردگار، در اطاعت همسر خود و دیگرها باشند. ولی البته که اطاعت پروردگار را به علم هم نمی شود و یا زنی که از علم دور است نمی تواند چگونه که الله به او امر کرده است و یا شریعت به او امر کرده است اطاعت شوهرش را به جا آورد. پیش از اینکه درباره خود موضوع دعوتی زن صحبت کنیم، بیایید اولا کمی درباره آواز زن یا خود صدای زن صحبت کنیم که آیا صدای زن عورت است یا نه. برای آنکه اکثریتی که از ضد دعوت زن صحبت میکنند اول شده میگویند آخر صدای زن عورت میباشد، چگونه یک زن میتواند صدا برآورد. عزیزان، اگر به کتاب‌های فقه نگاه کنیم، از فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده تا دیگر تمام فقه‌ها قول راجح، یعنی قولی که صحیح تر است و دلیلش قوی تر است، در نزد تمام علما اتفاقا این است که آواز زن یا صدای زن عورت نیست و برای آنکه صدای زن عورت نیست یک تا نه یک چند دلیل می آورند. اولین شده دلیل این است که در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یک چند حدیث در بخاری هم هست، در مسلم هم هست، در کتاب‌های سنن دیگر هم هست، زنها می آمدند و از پیامبر سوال می کردند در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه مردهای دیگر بودند و پیامبر در نزد مردها به زنها جواب می دادند و این چنین خیلی که در صحیح بخاری آمده است. حضرت عایشه میگویند زنها آمده با پیامبر بیعت میکردند و با پیامبر وعده میدادند که همین گناه ها را مثل زنا کردن و دیگر فرزند کشی، دروغ گفتن اینها را نمی کنند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای آنها را شنیده با آنها بیعت میکردند و خود در قرآن هم الله میگوید لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. در حقیقت الله شنید سخن زنی را که درباره همسرش آمده با تو مجادله میکرد. یک صحبت عادی نه، مجادله یعنی حق خودش رو طلب میکرد. شوهرش چیزی که به او کرد آن رو گفته میگفت حق من در کجا است وقتی که پس از این همه زندگی شوهر من میخواهد مرا نه طلاق دهد نه میخواهد من همچون همسر او زندگی کنم که در باره زهار در این باره انشاءالله با صحبت خواهیم کرد. پس وقتی به دلیل ها نگاه میکنیم، وقتی به آیت نگاه میکنیم، وقتی به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، یگان جا نبود که زن در آنجا اشتراک نکرده باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری هم هست، در کتاب های دیگر هم هست، وقتی میگویند ای زنها شما رو من دیدم که شما زیاد صدقه کنید، برای آنکه اکثریت شما رو من دیدم که اهل دوزخ هستید. یکی از زنها یک باره آواز برآورده میگوید در حالی که در آنجا مردها نیز بودند برای چی مویان اکثر اهل دوزخ بودیم؟ برای چی ما؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم صدا نبرار، صدای تو عورت است نگفته، میگویند برای آن که شمایان زیاد لعنت میگویید و زیاد کفران عشیر میکنید، یعنی کارهای شوهر کرده رو یا نیکیهای شوهر رو انکار میکنید و کلمه لعنت در زبان شما زیاد است. و این چنین همگان تقریبا میدونیم قصه پیرزن یا زنی که آمده وقتی حضرت عمر حتی در منبر امر به معروف میکردند که مهرها رو کم کنید، پیرزن آمده میگوید وقتی که الله میگوید
اگر شما به قینطارش طلا داده باشید هم در مهر برنگردانید، چرا تو درباره کمی مهر صحبت میکنی، در حالی که خود قرآن حتی قینطار یعنی با یک وزن کلان طلا مهر را ذکر کرده است. و تمام علما، یک عالم نه، تمام صاحبان مذهب اینجا میگویند دلیل ها را وقتی میبینیم و عموما در وقت شهادت هم، در وقت خرید و فروش زن هم، در وقت نکاح هم و عموما در وقت عادی یگان چیزهای مسئله را زیادی روی نکرده پرسیدن از مرد نامحرم یا زن نامحرم، میبینیم که صحابه ها با صحابه ها صحبت میکردن، در حضور صحابه ها زن ها آمده از پیامبر میپرسیدن و این چنین خودی صحابگان آمده از همسران پیامبر میپرسیدن که حتی در سوره احزاب الله میگوید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقتی شما میخواهید از زنهای پیامبر چیزی را پرسید، پس از پسی پرده پرسید، روبرو نه، آنها را نگاه کرده نه و با آداب و احترام شریعت را نگه داشته. و جساس که یکی از علمای تفسیر یا خود آیات الاحکام رو خیلی خوب در کتابشان نوشتگی هستند، میگویند وقتی که اینجا به زنهای پیامبر الله امر میکند، به اینجا تمام زنهای مسلمان هم میدراید و ابوبکر جساس میگویند این فقط خاص برای زنهای پیامبر نیست، هر یک زن هم میتواند یک چیزی که میداند جواب دهد و از هر یک زن هم میشود چیزی که نمیداند پرسید. اما یگانه چیزی که درباره آواز زن 100% آمدگی هست این آیت 32 در سوره احزاب است که الله میگوید ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. و هرگز صدای خود را مهین یا نازک نکنید. صدایتان چگونه باشد باید همان طور برای خود را صدای خود را نازک نشان دادن یا اینکه صدای خود را مهین گردانیدن، آوازهای خودتان را، صدای خود را باریک کرده صحبت نکنید که مبادا نفری که در قلبش مرضی هست، بیماری و فساد قلب است، یک باره این صدایش خیلی خوشرو است یا این میخواهد خودش را به من شیرین نشان دهد گویان گمانهای بد نکند. و قول قولا معروفه، در دوامش الله میگه شما قولهای معروف گویید، یعنی آن چیزی که نیک است، آن چیزی که به نیکی دعوت میکند از آن گویید، نه حقارت و نه دشنام و نه سخنهای بیجا. و وقتی نگاه کردیم یگانه تمام علما اتفاقشان در آن است که آواز خود را مهین کردن، آواز خود را ساخته کاری کرده، خود را شیرین نشان دادن و گفته خودمان برای زنها حرام است. اما عموما با صدای طبیعی خود صحبت کردن و با صدای طبیعی خود در موضع‌هایی که باید سخن کردن باقی ندارد، اما در حدود شرکی مثلا با نامحرم از حد زیاد صحبت کردن و خنده کردن و چیزهای دیگر البته که جایز نیست. این درباره آواز زن بود. و نفرانی که میگن آواز زن عورت است، یگان حدیث با همین معنا که آواز زن عورت است در یگان جا آمدگی نیست که پیامبر گفته باشند آواز زن عورت است، زن نباید آواز برآورد. و بعضی از علمایی که میگویند آواز زن عورت است، آنها قیاس میکنند به آیتی که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. وقتی الله در سوره نور میگوید پایهایتان را آنگونه نزنید که آن طلاواری یا زر و زیوری که در پایهایتان هست صدایش برآید، میگویند صدای آن که جایز نیست صدای زن هم جایز نیست. لیکن وقتی نگاه میکنیم این فقط قول علما هست، اما تمام دلیل ها هم آیت هم حدیث به آن دلالت میکند که زنها در زمان پیامبر صحبت میکردند، زنها فکر خودشان میگفتن، رأی خودشان میگفتن که در این باره کمی بعد درباره زنی که خیلی بلیغ یا خیلی با یک اسلوبی ادیب و فهمانیدن سوال کرده بود، خود پیامبر تعجب آمده به صحابه ها گفته بودن. کمی بعد درباره قصه شان صحبت میکنیم. پس این بود درباره صدای زن و هر کسی که میگوید صدای زن عورت است، های زنها آواز نبرارد، عزیزان یک بار دیگر نگاه کنید آیا در قرآن آیتی هست که زن آواز نبرارد گفته باشد الله؟ آیا حدیث آمدگی هست، حدیث صحیح البته ثابته که پیامبر گفته باشند آواز نبرارد، زن صدا نکند، آواز زن چی است؟ عورت است ببخشید. اما آیتی که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، و آیت سر فرود می آوریم که آواز را مهین کردن و نازک کردن برای زن حرام می باشد. این درباره آواز زن بود.
میگذاریم به دعوت. آیا زن هم میتواند دعوت کند؟ علل خصوص در زمان امروزه که دیگر در عالم مجازی تمام فساد، تمام بداخلاقی و چیزهای دیگر پهن شدگی هستند و هر روز میبینید که یک ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی ها بالای تاریکی. امروز یک فیلم، فردا یک ترانه، فردا یک صحنه که در آن هم همان زنهای تاجیکی خودمون، خواهران تاجیکی خودمون اشتراک میکنند برای گرفتن لایک باشد یا پرسماتر باشد به گفته خودمون، یا اینکه برای فقط خواهرک ها و دخترکان نورس را به راههای دیگر کشانیدن باشد. روز روز دارد جهان مجازی به طرف فساد میکشاند و متاسفانه ما هم اکثریت حیاتمون، علل خصوص گل دخترکان ما، جوانان ما، دخترچه های 14 ساله و 15 ساله ما اکثریت وقت خود را در عالم مجازی با تماشا کردن یوتیوب و تیک تاک و چیزهای دیگر میگذرانند. در همین شرایط امروزه آیا زنهایی که یک کم از شریعت با خبر هستند، در شرایطی که در تاجیکستان چنین زنها خیلی کم هستند، یا که عموما در اتحاد سوویتی حتی خیلی کم هستند، در عالم عرب که هستند همیشه بودند، آیا این زنها دعوت نکنند، در خانه نشینند برای آنکه اول شده صدایشان عورت است، دوم شده این چیز برای زن نیست، زن نباید دعوت کند، این کار مردها هست؟ آیا چنین است؟ یا اینکه این گپی که میگوییم از پیش خود میگوییم، آیت قرآن گپ دیگر میگوید، شریعت گپ دیگر میگوید؟ درباره آواز یا خود صوت زن الکی گفتیم. بیاید نگاه میکنیم به آیت 71 از سوره توبه. الله میگوید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. الله میگوید مؤمنه ها یعنی زنهای مؤمنه و مردهای مؤمن، اما اولش مردها گفته آمدگی، مردهای مؤمن و زنهای مؤمنه، اینها دوستان همدیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی خواهرهای مسلمان با خواهرهای مسلمان، اینها بین هم رابطه های قوی ایمانی دارند. برادرهای مسلمان بین برادرهای مسلمان و خواهر و برادر مسلمان هم البته بین اینها رابطه یا خواهری و برادری اسلامی وجود دارد، اما تا حد نه که مثل خواهر و برادر زاده با هم دیگر صحبت داشته باشند. صفاتهای دیگری اینها چی است؟ اینها دوست همدیگر هستند. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، هم مردهای مسلمان هم زنهای مسلمان امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. امر به معروف را که میدونیم اون چیزی که الله و پیامبرش فرموده باشد آن را به دیگران میگویند که همین را باید کنیم و اون چیزی که شریعت از آن نهی کرده باشد میگویند این را نکنیم. صفت دیگرشون یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اینها نماز میخوانند، زکات میدهند و یطیعون الله و رسوله و الله و پیامبرش را اطاعت میکنند. اولئک سیرحمهم الله، الله آنها را به رحمتش قرار میدهد. ان الله عزیز حکیم، الله عزیز است، الله از ذاتی هست که کسی او را مغلوب کرده نمیتواند و حکیم است که با حکمت خود تقدیر ما را نوشته است و با حکمت خود کل دنیا دارد در راهش می رود. اینجا اگر نگاه کنید صفتی امر به معروف کردن و نهی به منکر کردن را الله به کیها؟ به مؤمن مردها و مؤمن زنها خودش قرار داد و گفت صفت زنهای مؤمنه و صفت مردهای مؤمن این است که آنها امر به معروف میکنند و نهی از منکر میکنند. پس نفرانی که میگویند امر به معروف خاص مردها هست، زن چی هست و امر معروف کردن چی هست، زن چی هست و درس دادن چی هست، مثلا بین زنها، انا این آیت خلاف گفتی شما یا سخن شما خلاف این آیت است که انسان باید در وقت بر ضد قرآن صحبت کردن کمی اندیشه کند و این چیز خیلی که میدونیم خودش گناه کبیره است، مخالف شدن با قرآن کریم. این چونین
تمام حدیث ها و یا تمام آیات هایی که به امر معروف کردن امر میکند یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که میگویند بلغوا عنی ولو آیه، یک تا آیت باشد هم از من برسانید. یگان نفر نگفته است که این موضوع خاص مردها هست. رسانیدن آیت، رسانیدن حدیث، رسانیدن عموما احکام شریعت رو الله خاص برای مردها نه، هم برای زنها هم برای مردها کرده است. لیکن اینجا مشکلی در آن است که ما فکر میکنیم نه این کار شخصا کار مردها است. آره اینجا بعضی از عملهای هست که یا کارها تخصصات هست که شریعت خاص برای مردها کرده است، از جمله قاضی بودن، از جمله راعی بودن یعنی حاکم بودن، حاکم یک شهر بودن، قاضی بودن و شهادت دادن در وقت قصاص یا مثلا موضوعهای دیگر که اینجا باید مرد باشد حتما. لیکن امر معروف یا فتوا دادن یا اینکه نصیحت کردن در یگان جا این را خاص برای مردها کردگی نیست و عموما از شریعت این است که هر چیزی که آن را یک دلیل خاص نکرده است در عمومش میماند. ما پیش از خود نه این برای مردها نه ببخشید اینش برای زنها گفته نمیتوانیم. پس اگر به خودی مسئله امر معروف و نهی منکر پس نگاه کنیم، در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر خودشان بودند و همه چیز رو مردم از پیامبر میگرفتن، اما حدیث های زیاده رو زنها نیز روایت میکردن. از جمله چگونه که میدونیم از زیاد روایت کننده ترین حدیث ها این حضرت عایشه همسر پیامبر میباشند و زنهای دیگر هم اونجا هستند، دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، دیگر بعضی از صحابه زنها مثل اسماء بنت امیس یا اینکه اسماء بنت یزید و نفران دیگر یا که ام ایمن یا اینکه ام حرام بنت ملحان، زنهای دیگری که حدیث رو گرفتند و به دیگران رسانیدند. و اگر به خود سلسله حدیث ها نگاه کنید هرگز نمیبینید که این زن فقط به محرم های خود داده باشد. مثلا تابعین از بعضی از زنها حدیث رو میگرفتند در حالی که بین اینها قرابت نبود و فقط از روی رسانیدن علم این زن حدیث رو به نفر دیگر گفته بود یا از حضرت عایشه گرفته بودند. فقط اینجا مسئله در یک جا است. مسئله در این است که اینجا در شرایط همین روزه که مثلا خودی خیلی که بنده الان برآمد دارم از طریقه یوتیوب یا اینکه صوت من می رود از طریقه خودی رادیو یا اینکه در گروه هایی که بین خواهرها هست آواز من می رود، بعضی ها می گویند اینجا شما نگاه کنید خیلی که در روز جمعه مثلا اگر علمای سعودی عربستان سعودی یا لجنه فتوا رو اگر بینید میگن امر معروف برای زنهای هم هست مردهای هم هست. این مسئله اتفاقی است، کسی گفته نمیتواند که زن نباید امر معروف کند، برای اینکه خیلی که گفتیم آیت 71 سوره توبه هست که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یگانه زن در جمعی که در آنجا هم مرد است هم زن است برآمده امر معروف کردنش، انا این مسئله شرایط همین روزه به نگاه کنیم اختلافی است. اون هم به اختلافی زمان و مکان نگاه کرده. مثلا اگر لجنه علمای اروپا رو بینید در شرایط اروپا در این مسئله سبکتر نگاه میکنن، اما اگر مثلا به مصر نگاه کنید هم به لجنه فتوای دولتی مصر نگاه کنید هم در اونجا زن با حجاب شرعیش میتواند در تلویزیون برآمد کند، در شبکه‌های اینترنتی برآمد کند، برای اینکه در زمان همین روزه خیلی فساد در اوج است و چگونه که زنهای شیاطین گویم یا فساد زده برآمده همه جا رو زنها رو به دیگر طرف کشانیده ایستادن. باید خواهرهای مسلمان، خواهرهای اهل علم برایند و در اینجا مبارزه برند. مثلا در فتوای دولتی مصر این رو میبینید یا در فتوای لجنه علمای اروپا میبینید، اما در فتوای علمای سعودی که ما از طریق اینترنت رو در نظر داریم و این چیز در زمان پیامبر نبود، وقتی میدارید به لجنه فتوای علما نگاه کنید میگویند نه، زن فقط در حدود زنها صحبت کند. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها عالمه ها بودند، اما با زنها بودند، برآمده مثلا بین مرد و زن خطبه نمیکردند، امر معروف نمیکردند. برای همین زن فقط با زنها باشد، زن برآمده هم زن و هم مرد رو دعوت نکند. لیکن در دادن علم اگر یگان علمی رو چیزی رو مرد از او پرسید او میتواند جواب دهد، چگونه که در آیت الله میگوید فقط
از پس حجاب یعنی روبرو خلوت ننشسته با شرط و شروطی اسلامی. انا اینجا در مسئله حاضره برای اون که مثلا انسان نباید دروغ گوید یا یک طرف رو کشد، اگر شرایطی همین روزه علما به نگاه کنیم و جهان اسلام و جهان دعوت به نگاه کنیم، هر یک دولت های اسلامی به شرط و شروطی که در داخل همون دولت هست نگاه کرده فتوا دادگی هستند. چگونه که گفتم علمایی که در عربستان سعودی هستند یا بعضی از کشورهای خلیج دیگر هستند میگویند زنها از شبکه اینترنتی نباید، نه همه‌شون، اما نه همه‌شون این رو میگن، بعضیشون، برای اینکه 100% گفتیم خطا است، برای اینکه بعضی از علما در بین اونها هم هستند که میگن نه، زنک میتواند با حجاب شرعی با اون خیلی که گفتیم صدا رو مهین نکردن و چیزهای دیگر برآمده دعوت کند. اما علمای مصر یا لجنه فتوای مصر میگوید مشکل ندارد که با حجاب شرعیش زن هم دعوت کند، علل خصوص در زمان امروزه که اونقدر عالم مجازی به فساد کشیده است. و خودی بنده از روی امانت میگویم به نزدیکی با شیخ مدحجی، یکی از علمای خیلی مشهور عربستان سعودی که در لجنه فتوا هستند، در تلفن در تماس بودم که همین مسئله رو ارائه کردم که در همین حاضر که ما در تاجیکستان یکی از کشورهای پس از شوروی هست و ما در اونجا آیا میتوانیم دعوت کنیم؟ گفتن من به این چیزی به شما گفته نمیتوانم. اگر عربستان سعودی می بود مسئله دیگر بود. شما که در کشوری هستید که پس از شوروی هست، مردم دور از علم است، مردم دور از تماما اسلام است، اینجا شما رو این کار رو نکنید گفته نمیتوانم. یعنی به حالت ها باید نگاه کنیم. برای همین اگر مثلا خواهر برادر میپرسن که پس چگونه شما میتوانید از طریق یوتیوب دعوت کنید یا خواهر دیگر، عزیزان برای این یک بار نه صدها بار با خود استادها هم صحبت کردگی هستم، با خودی بعضی از لجنه های فتوا هم در اومدگی هستیم که مسئله امروزه تاجیکستان یا مسئله حالتی اجتماعی و فرهنگی امروزه تاجیکستان که مردم علل خصوص خواهرها زنهای ما خیلی از شریعت دور هستند و یک زن حتی مهر چی است نمیداند و یک مثلا زن حتی میراث چی است تا همین روز نشنیده است که او میتواند از پدر و مادرش میراث گیرد، او میتواند از پسرش میراث گیرد و این را قرآن فهمانده است. برای خود نه همچون یک کسبی حتی فرض دانسته بودیم که برای شما تا حدی که میدونیم اون هم که خیلی کم است تا توان به خواهران خود رسانیم و اگر در داخلش برادر شونید یا نفری دیگر شونید اینجا گناه به ما نیست، برای اینکه هدف ما مقصد ما چیز دیگر است. اما عموما اینجا نگاه کنید به نقش زن در اسلام، یعنی زنها در خود شریعت ما چیکار کردن. درباره زنها در قرآن، درباره مریم که میدونیم، درباره عایشه که با شوهر رمسیس فرعون خود مقاومت کرد و سبب شد که یوسف موسی در دست آنها بزرگ شود و سبب شد که موسی مثلا غرق نشود، در این باره میدونیم. اولین نفری که اسلام آورده بود خدیجه بودن. اولین نفری که با مال خود به پیامبر کمک کرده بود خدیجه بودن. اولین نفری که نه این وحیی که به تو آمد این برای تو بلای نیست، این یک رحمت پروردگار است، گویان با آن عقل و ذکاوت خود دویده گرفته به نزد ورقه ابن نوفل عموی خود برده بودن خدیجه بودن. اولین زنی که در راه الله جانش را داده بود و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر گفته بودند که عمار ببین ابو جهل قاتل مادر تو امروز مرد، یعنی همون نفری که مادر تو رو به خاطر اسلامش کشته بود امروز مرد. خودی سمیه اولین شهیده که در راه الله گفته بود جان من برای الله برایت اما من از دین خود نمیگردم. و یا مهاجر زنهایی که همراه مردهایشان از جمله دختر پیامبر رقیه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، دیگر اسماء بنت امیس همسر جعفر، اینها همراه همسران خود به حبشه یا افیوپی امروزه هجرت کرده بودند. پس هرچی گوییم هم زنها رو کاملا از مردها جدا کرده نمیتوانیم، زنها رو کاملا از دعوت و از علم جدا کرده نمیتوانیم، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انما النساء شقائق الرجال، همان زنها
نصف پرکننده مردها هستند، نصف آنها هستند. اینها به هم نمیتوانند. یعنی فقط مرد در یک جامعه نصف است، کم است، نقصان دارد، مگر اینکه زن او را پوره میکند. و الله میگوید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما در نزد الله مردهای شما نیست، تقوادارترین شما هست، چه زنها باشد چه مردها. و اینجا چگونه که گفتیم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم زنها بودند و زنها از پیامبر فتوا میپرسیدند و حتی در بین آنها نفرانی بود که با خطیبش یا چی گویم زیبا سخن کردنش، فهمو و روشن و بیان سخن کردنش مشهور بود. از جمله صحابی زن با نام اسماء بنت یزید. اسماء بنت یزید رو اگر نگاه کنید اینجا حدیث درباره‌شان آمدگی هست. بار خودی اسماء بنت یزید وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه جمع صحابه ها نشسته بودند می آید و می گوید پیامبر الله، من جانم فدای تو باشد و پدر و مادرم فدای شما باشند. یعنی این احترام زیاد به یک نفر در عرب ها هست که وقتی صحبت میکنن میگویند من جانم فدای شما یا پدر و مادرم فدای شما بود. سپس اسماء میگویند پیامبر الله به من بگویید من الان از طرف جمع زنها آمدم، مرا یک گروه زنها به نزد شما فرستادند. حالا ما میدانیم که مردها در راه الله جهاد میکنند، مردها زود زود به حج میروند و مردها زود زود کارهای دیگر میکنند و ما میدانیم که هر مردی که در راه الله شهید میشود به آن درجه کسی رسیده نمیتواند. یعنی بالاترین درجه این چی از شهادت است. ما باشیم خدمت شوهران خود رو میکنیم، فرزندان آنها رو بزرگ میکنیم، در نبودن آنها خانه های آنها رو همچون امانت نگاه میداریم و ما چه است؟ اجر ما چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم این را شنیده میگویند برو و به دیگر زنها که تو را فرستادند برسان که همان احترامی که شما شوهر خود را میکنید تمام این ثواب ها را دارد، ثواب جهاد و ثواب زود زود حج کردن و ثواب صدقه و همه اینها را دارد. سپس وقتی این را شنیده خرسند اسماء دویده به عقب میگردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها نگاه کرده میگویند آیا پیش از همین شنیده بودید زنی را که این گونه زیبا سوال خودش را دهد؟ اون گونه سوال داد که هم سوالش مفهوم بود، خیلی خوب فهمیده میشد، هم سوالش خیلی با احترامانه بود، هم از چیزی بود که او میخواست مثل مردها اجر و ثواب زیاد گیرد. اما بعد از این هم خودی اسماء بنت یزید با همین کفایه نمیکنند، خیلی از زیاد تا زیاده از 9 تا جنگ های بود که اسماء همراه صحابه ها می روند و در جنگ ها اشتراک میکنند و برابری در جنگ ها اشتراک کردن نفرانی که بیمار بودند آنها را معالجه میکنند و کمک میکنند و یگان جنگ در اسلام نیست که زن در آن اشتراک نکرده باشد. از همسران پیامبر شروع کرده، از دختر پیامبر شروع کرده که حتی حضرت فاطمه هم در جنگ احد و بدر و اینها می رفتند و به بیماران کمک میکردند، یا نصیبه صحابی مشهوره که با شمشیر همراه صحابه مردها می جنگیدند تا اینکه اسلام پیروز شود. و عزیزان منطقاً هم یک بار اگر فکر کنیم آیا زن می تواند در جنگ همراه پیامبر اشتراک کند با شمشیر و آن هم با آن جسمی که دارد اما در راه الله دعوت نکند؟ یعنی پیامبری که صلی الله علیه و سلم به جهاد در راه الله که اساسا میدونیم برای مردها هست به زن اجازه داده بودند و می شود که بگویند نه زن در جنگ میتواند اشتراک کند اما دعوت نکند. آواز زن یا صدای زن عورت است. برای همین که این گونه صداها خیلی در ما زیاد است و متاسفانه مثلا اگر نگاه کنید اگرچه بعضی از علمای مثلا خودی حجاز یا عربستان سعودی به این چیز آمده باشند هم میتوانید در قنوات‌های تلویزیونی یا در خود همین یوتیوب هم ببینید که چگونه صفی دعوتچیان در راه الله در عربستان سعودی دیگر دولت‌های هم زیاد هستند، در مصر هم روز روز زیاد هستند، در دیگر کشورهای هم، اما در ما باشد
به جای اون که دستگیری کنیم یا اینکه گوییم خیلی خوب است که الان بعضی ها برآمدن که به زنها مسئله های خصوصی زنها رو رسانند، از چند جا آواز میگیریم که نه های بدانتون که این صدایش عورت است و این دارد گناه میکند. لیکن چگونه که گفتیم در موضوع صدای زن عورت بودن اتفاق مسئله قول راجح در نزد جمهور این است که صدای زن عورت نیست و به امر معروف خاصی مردها بودن اینجا آیت است در سوره توبه. ولیکن زن برآمده در جایی که مرد و زن آمیخته باشند دعوت کردنش مسئله اینجا اختلاف است و این چنین مسئله هایی که از طریق اینترنت دعوت میکند در علمای حاضره معاصر نگاه کرده اختلاف است که خیلی که گفتیم بعضی از علما به کشور خود نگاه کرده باکی ندارد، ثواب دارد و امر معروف این جهاد در راه الله هست میگویند. بعضی ها میگویند نه، بهترش این است که در خانه در مسجد درس دهد و در این شبکه ها درس ندهد. لیکن ما چیکار کنیم که در ما نه جایی هست که با همراه خواهرانی که دور از چشم هستند ولیکن الحمدلله در تمام شبکه ها با هم هستند با آنها برسیم. یک شرایط را برای ما مهیا ساختن که همه از همدیگر دور هستیم و یگانه وسیله پیوست شدن ما با دیگر خواهرها و یا با دیگر نفرانی که میخواهیم مقدار کم باشد هم از امانت علمی به آنها رسانیم. علاج روبرو شدن نیست مگر اینکه همین شبکه های اجتماعی که وسیله شده ایستاده است برای رسانیدن آن چیزی که شریعت برای ما امر کرده است. این بود موضوع امروزه من درباره زنهای دعوتچی یا زنهایی که در تاریخ اسلام ثابت بودند، نقش های بزرگ داشتند میخواستم دوام دهم ولیکن خیلی موضوع طول میکشد و باذن الله یکی از موضوعها درباره یک چند زنهای مشهور در تاریخ اسلام، زنهایی که قدمهای مستقیم در راه الله داشتند و چی کارهای برای اسلام و برای امت اسلام انجام دادن، همراه شما عزیزان اگر الله نصیب کرده باشد صحبت خواهیم کرد. الان باشد بیایید برمیگردیم به قسم سوالها. اپا چرا زن پس در روز جمعه امر معروف نمی کند؟ خودی در روز جمعه امر معروف کردن، اذان گفتن در بین مردها، با صدای بلند یا اینکه قامت گفتن، اینها را همش را شریعت بیان کرده است. اینها همش کار مردها است، اما این رابطه ندارد با عورت بودن آواز زن. اینجا چگونه که میدانیم زن خودش چنان خلق شده است که کلن با حیا هست. یعنی یک زن برآمده در بین جمع مردهای زیاد امر معروف کردن که روز جمعه است یا صدای بلند کتی داد زنان در آنجا اذان گفتن که بعضیا میگن پس چرا زن اذان نمیگفته است؟ این رو خود شریعت برای احترام زن منع کرده است. و هم امامی بین مردها، خود امام همان روز جمعه امامی میکند و هم او خودش خطبه میخواند. اما زن برای زنها در طرف دیگر میتواند خطبه کند. اگر در آنجا مردها نباشند همراه آنها میتواند خطبه کند، همراه آنها میتواند نماز جماعت خواند که در نزد جمهور علما نماز جماعت برای زنها ثواب زیاد دارد و جز در مذهب امام ابو حنیفه که دلیل خود را دارند. اما سوالی که مقصد به فکرم از سوال داده این سوال کننده این است که اگر آواز زن عورت نباشد پس چرا خطبه نمی کند؟ خطبه چیزی جدا است، آواز زن عورت بودن چیزی جدا است. این دو رو با هم آمیخته کرده نمی توانیم. اگر چه خیلی که گفتیم آواز زن عورت می بود در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی در وقت امر معروف کردن که ای زنها شما زیاد صدقه کنید، گفتن زنی از بین خست و گفت چرا؟ ما زیادیمون از اهل دوزخ بودیم. یا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خطبه میکردن زنی آمده میگوید من میخواهم با شما ازدواج کنم، که این دلالت نمیکند به عورت بودن آواز یا صدای زن. فقط خیلی که گفتم و باید اگرچه مثلا بر ضد ما علیه ما باشد هم حق را گویم، در مسئله همین با اینترنت دعوت کردن همه علما نه، بعضی از علما علل خصوص فتوای عربستان سعودی میگویند عیناً مثل اون که در جمعه خطبه نمی کند با اینترنت هم بهترش نکند. اما دیگر علمای معاصر از جمله مثلا کشور مصر و دولت های دیگر میگویند نه، شبکه اجتماعی در حال حاضر یک وسیله رسانیدن درس است، یک مکانی هست که فساد خیلی زیاد است و زنهایی که البته علم دارند و این چیز را لیاقتش را دارند باید مبارزه برند.
آن زمان مردمش از حاضر فرقیتی کلان دارد. به این چی میگوید نمیدونم کدام زمان رو در نظر دارید. اگر سوال رو پوره میدادید دیگر بود. سوال دیگر: تا جای من از عالمان فهمیدم خوبترش زن در بین زنها امر معروف کند شاید فتنه نشود. من به این گپتان 100% راضی هستم. خوبترش هم بهترش هم زن فقط به زنها امر معروف کند، زنها فقط به زنها درس دهند. لیکن شبکه اجتماعی امروزه که داریم چه خیلی که گفتیم ضرورت میدونیم که در فضای امروزه که تماما گوید 98% شبکه‌های اجتماعی در بین تاجیک‌ها فقط به فساد میبرد و در آنجا یگان زن به یگان راه راست کسی را دعوت نمی‌کند به جز یک چند مثلا فیلم ها یا خود صحنه هایی که گویا حجوی هست و همش پر از شرم است و چیزهای دیگر است. برای همین بهترش مبارزه بریم تا اینکه تا توان ما نیز مردم را به راه راست دعوت کنیم. اپا جان الله از شما راضی باشد. به خاطر الله دوستتان می‌دارم، التماس دعا کنید. اللهی که به خاطرش دوست داشتید او هم شما را دوست بدارد. خواهر عزیز، سوال دیگر: من همین مسئله رو خیلی فکر می‌کردم، حالا می‌بینم امر معروف کردن به زنها اجازه بوده است. چرا یک برنامه خوبی ویدیویی تشکیل نمی‌کنید؟ الله از شما راضی باشد. در مسئله برنامه ویدیویی راستی گپ انا همین مسئله خیلی خلاف جدی است. برای آنکه خودی چهره زن آیا عورت است یا عورت نیست، یعنی زن چهرهش رو کشوده برایت یا نه، این هم بین علما اختلاف است. ولیکن تمام مذاهب ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد در یک قولشان به این هستند که چهره زن عورت نیست و به این دلیل میارند از آیتی که الا ما ظهر منها که به این عبدالله ابن عباس میگویند دو دست و روی زن عورت نیست. و از اینکه مسئله اختلافی هست و بعضی از مشکلی های تکنیکی هم داریم و البته که اجازت از مثلا از ولی های من در این باره نیست. در این باره تا هنوز یگان اقدام نکردیم، ولیکن میبینیم که از این پس الله چی میخواسته باشد. اپا جان شما مکتب داری میکنید، میخواهم فرزندانم در تربیه شما باشند، خیلی روشن فکر هستید. الله از شما راضی باشد. سوال کننده عزیز، هنوز که در ما مکتب نیست ولیکن همه مکتب های ما در تلفن است. از طریقه تلفن درس میدهیم فقط برای خواهرها که در آنجا خواهرها هستند، دخترکای خردکک هم هستند که در گروه های درسی با ما هستند. میتوانید رقم واتساپ ما رو گیرید و داخل شوید، ان شاء الله با صحبت میکنیم که کدام درس ها رو میتوانیم. ولی تو همین روز فقط از طریقه اینترنت یک مکتب اینترنتی گویم رفته ایستاده است. اپا آوازی زن عورت نیست، فقط در مسئله دعوتشون اختلاف است. آره چیزی که گفتید من کاملا اتفاق شما هستم. آوازی زن عورت نیست این رو شما گفتید، اما قول دیگر هم هست. یعنی هرچی باید امانت رو برسونیم که قول دیگر هم هست که بعضی از علما میگوین نه آوازی زن تماما عورت است، نباید صدا برآورد، اما خلاف جمهور علما است. مسئله دعوتشون مسئله اتفاقی هست. اگر زن با زنها باشد، اما جایی که مرد و زن هستند، انا این مسئله بین علمای معاصر اختلاف است. انا همین مسئله بین علمای معاصر اختلاف است، وابسته کرده به جایها. ولیکن چگونه که میبینیم و بارها گفتم شبکه اجتماعی مکان دعوت خالی است و خیلی از فساد، خیلی از کارهایی که مثلا از اینترنت رفته ایستاده است و پخش شده ایستاده است در همه جا روز روز دارد وسیع شدن میگیرد و باید اقدام کنیم و هر یک نفر باید دعوت کند و علل خصوص در کشورهای پساشوروی که اونقدر مردم از اینها دور هستند. سوال دیگر: خواهر گرامی من خود یک طالب علم هستم، به همه این گفته های شما موافقم. بر ضمن این به شما احسن میگویم که با جسارتی تمامی بهتر از 10 مرد کار کرده ایستادید. دعا میکنم که این گونه ضدیت ها شما را خسته نکند. برای گفتنتون خیلی تشکر و سپاس میگویم. طالب علمی که این سوال رو دادید و الله راضی باشد از شما. البته که در حق ما و در حق تمام کارگران پیام و اهل عائله ما در دعا باشید که این ضدیت ها در حقیقت پیش راه ما را نگیرند. برای آنکه مثلا یکی از
استادا در جامعه ازهر بودن، وقتی سوال داده شد که چرا اگر دعوت برای زن حلال باشد، جایز باشد، این گونه در شرایط امروزه آنقدر کم است و آنقدر زنهای دعوتگر کم است، استاد در جواب گفته بودند که آخر شما میدانید که یک زن همسر دارد، فرزند دارد، عائله داری میکند. بر ضمن این یک زن اگر به میدان دعوت برآمد، یک نفر اگر برای مرد ضدیت کند، 1000 نفر بر او ضدیت میکنند. یکی میگویند های صداعت بلند نکن، یکی دیگری میگوید کارت خطا است، یکی دیگری میگوید تو چرا تو دعوت میکنین شوهرت نه یا یگان مرد دیگر نه. یعنی ضدیت در مسئله زن خیلی زیاد است. و خودی به قرآن کریم نگاه کنیم، هم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این حدیث رو گفتگی هستند که از مردها خیلی زیاد نفران به کمال رسیدند، اما از زنها یگانه که مریم که در قرآن است. و البته بعد از آن نگاه میکنیم که زنهای دیگر هم مثل آسیه و خدیجه و فاطمه و حضرت عایشه و رضی الله عنهم اجمعین زیاد است. برای همین خودی آموختن علم که درباره طلب علم زن هم باید یک موضوع داشته باشیم. برای زن در شرایط امروزه که یک مادر است، یک همسر است، مربیه خانه است و زمین است، و این علاوه کرده از اطراف تمام صدا و یا تمام هجوم هایی که می آید که این کارت خطا است و نباید صدا براری، ولیکن کاش این ضدیت ها و مخالفت ها و زنهای میشد که هر روز میبینیم فیلم های مختزل یا خود صحنه هایی که عموما وقتی میبینید که خواهر تاجیک در آن است، انسان خود از خود شرم میکند و چیکار کردنش را نمیداند. برای آنها کسی نیست که نصیحت کند و یگان گوش شنوایی نیست که شنود، ولیکن مسئله که یک خواهر یا مادر مسلمانی که میخواهد که با ضمن این همه مخالفت ها یک کمی دعوت کند از یک چند نفر، و متاسفانه اون هم نفران زیادشون اهل فکر و اهل علم هستند، میگن کار این نفر خطا است، پیش راهی این رو باید بگیره. سوال دیگر: سلام اپا جان، شما میگوید بسیارتر خیر کند، من میتوانم از پول داشته خودم به اجازه شوهرم خیر کنم؟ در مسئله حقوق مالی زن از موضوع کمی بیرون است سوال، ولی به هر حال جواب میدهم برای اون که نزدیک است که انشاءالله شاید فردا باشد یا پس از فردا باشد، ماه ذوالحجه می درآید و در این ماه ذوالحجه چگونه که حدیث در بخاری است، عملها بکرات در نزد الله دوست داشته تر و ثوابش زیادتر می شود. البته که هر زنی که مال شخصی خودش را دارد و مال از خودش است، از جیب شوهرش نیست، آن مال را میتواند صدقه کند، میتواند با آن مال یگان تجارت کند، البته که تجارتی که حلال است و به این اجازه شوهر حتمی نیست. اما پولی که شوهر از جیب شوهر گرفته می شود، حتما در اینجا باید با اجازه شوهر خیر کرد. لیکن مسئله دیگری هم هست که در بسیار عائله ها هم زن هم شوهر کار میکنند و آنها اتفاق دارند که با همین پول یگان کاری رو در آینده میکنند. انا اینجا نباید خلاف شوهر کار کرد. یعنی البته اول مصلحت کنید برای اینکه الکی با شوهر شما اتفاق کردید که با این پول یگان کار میکنیم، لیکن یگان اتفاق نباشد. عموما شما پول جدای خودتون دارید، شوهر پول جدای خودش دارد، در این وقت میتوانید به اجازه شوهر از اون پول به کسی قرض دهید، به کسی صدقه کنید، یا اینکه عموما به یگان تجارت اون پول رو صرف کنید. تشکر یک برادر اسلامی رو به شوهرتون رسانید که شوهرتون قهرمانند، الله راضی باشد. این رو انشالله که خودشان هم میدانند. سوال دیگر: من از سانکلاد خیلی زیاد امر معروف شما رو سکچت کرده گرفتم. الان فهمیدم، بخشش. من از سانکلاد خیلی زیاد امر معروف شما رو سکچت کرده گرفته به دیگران فرستادم، به دیگران نیز توصیه میدهم خواهش این فعالیت خود رو ادامه دهید. انشالله که در ادامه فعالیت هستیم، البته با فضل پروردگار و برکت دعاهای شما. سوال دیگر: زنهایی هستند که امر معروف گوش نمی کنند. روز یک نزدیکی خودم آمدن، از قرآن گپ زدم، برایش گفتم یک کتاب قرآن خرید، وقتای بیکاری میخونید. گفت این ماند، گفت اهمیت نداد که چی گفته ایستادم. سوال کننده که این را نوشتن مقصدشان این است که یعنی شرایط امروزه تاجیکستان تا اندازه هست که یگان زن یا خواهر، یعنی اکثریت زنها و خواهران تماما اهمیت به دین یا اهمیت به عملهای صالح یا به
قرآن کریم که کتاب رب العالمین است اهمیت نمیدهند. انا همین چیزها سبب می شود که صبر ما کم باشد، شجاعت ما کم باشد، ترس ما زیاد باشد، خیلی با دپرسیا گرفتار شویم و ناامید شویم و ترس از آینده ما زیاد باشد. اما هر نفری که علل خصوص خواهرانی که مرا میشنوید، وقتی شما دست به کتاب الله زدید، البته با معنیش، فقط قاری خواندن نه، به کتاب الله زدید و وقتی شما دست به علم شریعت زدید و وقتی شما شناختید که شما کی هستید و الله شما را چگونه خلق کرده است، برای چه خلق کرده است، یگانه همین رو بدانید که زندگی تغییر می‌یابد. مناسبت شما با پروردگارتان، بعداً مناسبت شما با همسر، با فرزند، با پدر و مادر، در نزد تمام مردم شما مبارک می‌شوید. یک انسان مبارکه که هر کس از شما فایده میگیرد و خود از خود هم فایده میگیرد. برای همین بیایید روی آوریم به علم، علل خصوص اول شده علم شریعت، شناختن پروردگار، شناختن دینمان که کشایش تمام مسئله های ما، تمام مشکلی های ما در همین ایمان ما به الله که به علم نمی شود. این خیلی کم است و با علم شما می توانید به این درجه آمده رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، الله حفظتان کند. سوال من این بود که آیا ممکن است که وقتی خواب رفتن آیت قرآن گوش کرده خواب کنی؟ رحمت. آیت قرآن رو گوش کرده خواب کردن در وقتی خواب هیچ مشکل ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی از خوابشون خسته، خیلی که میدونیم از خواب انسان بیدار میشود، طهارت ندارد، آیت های سوره آل عمران رو خوانده بودند و انسان بی طهارت هم حتی میتواند قرآن رو گوش کند. علل خصوص خواهرایی که مشکلی در خواب روی دارند یا یگان ترس در خواب دارند یا کودکچه هایی که در خوابشون ترسیده بیدار میشوند، همین رو دونید که قرآن شفا میشود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن خودش شفا است، رحمت است برای مؤمنان. چقدر که زیاد گوش کرده در خانه‌تان هست، مشکلی ها یا خود بعضی از ترس و ناآرامی ها از خانه های خودتان و حتی از اعصاب شما هم می رود. و اینجا عزیزان درباره جایگاه زن در میدان دعوت صحبت کردیم. بیایید با خود یک مقداری کم باشد هم به موضوع برگردیم، برای آنکه وقت هم به آخر رسیده ایستاده است. اگر به میدان دعوت یا خود نقش یک زن در شریعت نگاه کنیم، اول شده میبینید همسران پیامبر رو، خدیجه رو، عایشه که پیامبر خودشون گویم تربیت کردن. بعد از این ام حبیبه، رمله رو که با اون دشمنی که در همون زمان ابو سفیان با پیامبر داشت، با جسارت خود همسر پیامبر شده بودن و حتی در زمانی که پدر ایشان گفتیم یک سرداری مکه رو در دست داشت، رفتند و به حبشه هجرت کردند که من مسلمانم، به من سرداری یا خود آبروی پدر نه، به من ایمانم لازم است. و اینجا نگاه میکنیم زینب دختری جحش رو، همسر پیامبر، و هند ام سلمه رو یا خود صفیه زنکی که خودش یهودی بود و پس از اسلام چقدر اسلام آوردن و خوب اسلام آوردن. و اگر نگاه کنید اینها همهشون همسران پیامبر، یعنی تربیه یافته های دست پیامبر هستند. و متاسفانه یکی از مشکلی ما در جامعه این است که برادرانی که طالب علم هستند خیلی زیاد داریم، برادرایی که تو درجه به عالمی رسیدگی هستند، به نابغه علمی رسیدگی هستند داریم، اما در آنها تربیت در همسر و تربیت در فرزند رو که دیده می شود دیده نمی شود. یعنی گویا که این کار فقط برای من مرد است گفتن یا اینکه اهمیت ندادن. بیاید چگونه که از زبان از خودی زندگی پیامبر ما برای خود الگو میگیریم، از تربیه پیامبر همسران خود رو هم ببینیم و از این هم الگو گیریم. پیامبری که آنگونه عایشه همسرشان رو تربیه کردن که اگرچه در حدیث در ویش سندش ضعف است هم میگویند پیامبر گفته بودند که این نصف دین خود رو از همین همیرا گیرید، یعنی از عایشه گیرید. یعنی اکثریت علمی که من مونده میروم اینها چی است؟ در دست عایشه است. و سند دیگر صحیح است، ابو موسی اشعری میگویند پس از مرگ پیامبر مسئله های میشد که مویون صحابه ها در حیرت میموندیم چیکار کنیم، این چی میشده باشد، تو اینکه به نزد عایشه می آمدیم و عایشه همون در همون مسئله یک حدیث داشت یا فتوای داشت. یعنی ما جواب خود رو اون جمع زیادی صحابه ها از عایشه می گرفتیم. برای همین برابری
تعلیم خود یا تربیه خود یا پیشرفت خود، اگر هر یک برادری که در راه دین هستند یا در راه دعوت هستند یا یک مسئولیت راهنمایی مردم را گرفتن، همسر خود را هم تربیه کنند یا خود تا اندازه تشجیع کنند پیش راهش را نگیرند، انا میبینید که چقدر زنهای ما از ظلمات جهالت میبراید. و این را بدانید که برادرانی که میشنوند، وقتی همسر شما از جهالت بیرون شد، به کرات زندگی شما در همه جادهش آسان می شود. و اینجا دو سوال آخر و بعداً برنامه را به آخر می رسانیم. اپا جان درس اسلامی تشکیل میکرده در یوتیوب، عجیب میشد. به فکرم سوال کننده عزیز همین چیزهایی که رفته استوده است به درس، برنامه ها خیلی مانندی دارد و ما در یک هفته دوبار داریم. به برنامه شما گوش داده جوخاریاتم را از لامبرد نگرفتم، شما را سوال داده بودم. اگر تنجی شود میخواهم شما یک مدرسه بزرگ داشته باشید، فرزندان من در آنجا درس بخواند. اله آمین همین گونه شود. همه صحت سلامت در کشور در کنار هم باشیم و فرزندان همه شما فرزندان بزرگ شوند که هم اطاعت پروردگار را کنند و هم بر الوالدین خود را، نکویی به پدر و مادر خود را انجام دهند و همیشه سربلند و آسوده خاطر باشید. دیگر به نهایت برنامه رسیدیم عزیزان. تشکر و رحمت پروردگار به یکایک شما که در این برنامه بودید و انشالله بعداً نفرانی که ما رو گوش میکنید. در پناه الله رحمان باشید. الله همیشه شمایان را در پناهش نگه دارد و دیگر قدوم ماه ذوالحجه که الکی شاید از فردا هست برای یکایک ما از پیش مبارک باشد و به عملهای صالح شروع کنیم که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما من عمل احب الی الله ببخشید معنای حدیث میگم که خودی لفظش فراموش کردم. یگان عملی نیست که در نزد الله دوست داشته تر باشد مثل این روزها دهه ذوالحجه و دربارش هم الله در قرآن میگوید و الفجر و لیال عشر و لیال عشر، این همان 10 شب ذوالحجه است که دیگر در 10 روزش به ما عید می آید. در این روزها عملهای صالح را زیاد کنیم، رفت و آمد با خویش و تبارک کمک کردن به نزدیکان خود، البته نماز و روزه و دیگر، و بگذار الله از یکایک ما و شما قبول کرده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.